قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني من قلبي الحيران. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی رسوله الامین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. امیدوار هستم هر جایی که هستید شاد و صحت و سلامت بوده باشید. باز هم با قسمت جدیدی برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان هستیم. همکار عزیزم استاد سلیمانی عزیز را کنار خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت استاد سلیمانی بزرگوار تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. بنده هم عرض سلام دارم و ادب احترام خدمت شما برادر عزیز بزرگوارم و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و الله رو بی‌نهایت سپاسگزاریم از اینکه این فرصت بار دیگر در اختیار ما قرار گرفت و در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. الحمدلله. تشکر. سلامت باشه جناب استاد. بیننده های عزیز، اگر در برنامه گذشته زلال ایمان با ما بودید یقینا به یاد دارید که ما در مورد ایمان به ملائکه که دومین رکن از ارکان ششگانه ایمان هست آغاز کردیم. اولا در مورد ملائکه تعریف ملائکه را کردیم که ملائکه چی هست و همچنین ایمان به ملائکه در آیات و احادیث که وارد شده است روی آنها پرداختیم و اینکه اگر کسی ایمان به الله داشته باشد به بقیه ارکان ایمان داشته باشد اما به ملائکه ایمان نداشته باشد آیا ایمانش درست هست یا نه؟ گفتیم نه خیر. ایمان به ملائکه یکی از ارکان اساسی ایمان هست که بدون این ایمان هیچ کس تکمیل نمی شود، چی که در اسلام هم داخل نمی شود. و همچنان پرداختیم به صفات ملائکه، به صفات خلقی ملائکه پرداختیم و استاد سلیمانی عزیز در روشنی آیات و احادیث فرمودند که ملائکه ها از نور آفریده شدند، همان گونه که انسان ها از گل و خاک و جن ها و شیطان ها از آتش آفریده شدند، اما ملائکه ها از نور آفریده شدند. در صفات خلقیشون گفتند که ملائکه غذا نمیخورند، میتوانند به هر شکل در بیایند، مثل که نزد حضرت ابراهیم آمدن و به شکل انسانهای زیباروی آمدن، نزد حضرت لوط علیه السلام و در حدیث مشهور جبرئیل که بارها خواندیم آنجا هم به شکل یک مرد زیباروی آمدن و گفتند که بیشتر در میان یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکل حنظله گفتن دحیه کلبی باشد، به شکل دحیه کلبی می آمدن که یکی از صحابی های زیباروی بود و همچنان گفتن که ملائکه ها بال دارند. البته در تعداد بال با نص قرآن کریم متفاوت هستند که خداوند میفرماید اولی اجنحة مثنى و ثلاث و رباع، بعضیاشان 2 بال دارند، بعضیاشان 3 تا، بعضیاشان 4 تا و بعضیاشان بیشتر از این که در مورد حضرت جبرئیل علیه السلام که مقرب ترین ملائکه سردار ملائکه هستند، همان گونه که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سردار بنی آدم هستند، در مورد ایشان آمدن که 600 بال درست است 600 بال داشتن وقتی که به شکل اصلی جبرئیل علیه السلام را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دیدن و همچنان گفتن که ملائکه ها مخلوق زیبایی هستند، از نور آفریده شدن، باید هم زیبا باشن و گفتن ملائکه ها مخلوقی خیلی قوی و توانمند هستند. در مورد توانمندیشان فکر کنم گفتن که حمله عرش را گفتن که یکش فاصله میان شانه و نرمی گوشش برابر چند صد سال؟ 700 سال. 700 سال، یعنی مسافه 700 سال. 700 سال به دهن جور من میگم شما میشنوین اما پیمودنش شاید خیلی وقت نیاز داشته باشد. بسیار خوب. استاد سلیمانی عزیز، در باب صفات خلقی ملائکه چیزی باقی مانده است؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. آنچه که شما اشاره فرمودید خلاصه ای بوده از آنچه که در برنامه گذشته با تفصیل بیشتری ما بهش پرداختیم.
درباره ملائکه و صفات خلقیشون. ما برای شناخت ملائکه نیاز داریم که صفات خلقی اونها رو بشناسیم، اول که چطور خلق شدن و چه خلقتی دارن به اصطلاح، و درباره صفات خلقی اونها یا همون به تعبیر شخصیت اخلاقی اونها و صفات اخلاقی اونها که چگونه صفاتی دارن، و بعد از اون باز به انشاءالله در موضوعات آتی به اسمهای بعضی از ملائکه خواهیم پرداخت، اونهایی که در کتاب و سنت صحیح وارد شده و به وظایف اونها. درست. و برهان گفتیم که ایمان به ملائکه معناش این هست که ما اولا به وجود ملائکه ایمان داشته باشیم، درست. بعد به صفاتشون آنگونه‌ای که در کتاب و سنت صحیح برای ما ثابت شده، چه صفات خلقی چه صفات خلقی، بله. و بعد از اون به وظایف اونها آنگونه‌ای که هستن. و شناخت این موارد به ما کمک میکنه تا یک درک و مفهوم صحیحی از ایمان به ملائکه داشته باشیم که هر کدوم از این بخش ها مهم هست، چون گفتیم که سوء استفاده‌ای که میشه و انحرافاتی که وجود داره در این باب، انحرافاتی که در باب ملائکه است، از اونجایی که رکن دوم ایمان هست، این انحرافات خیلی وقتا سبب کفر و خیلی وقتا سبب شرک حتی میشه و خیلی از فرقه ها انشاءالله اگر فرصتی شد بهش میپردازیم باز در ایمان به ملائکه به ضلالت رسیدن. در باب صفات خلقی بعد از آن که اشاره کردیم به موضوعاتی که شما اشاره فرمودید که حالا اگر باز هم تکرار بکنیم خالی از افاده نخواهد بود، چون موضوعی است که موضوع جدیدی است و پیش مقدمه‌ای برای موضوعات بعدی. ایمان به ملائکه گفتیم ملائکه آنچه که الله متعال می‌فرماید که اولی اجنحتین بال دارند و اینها اولی که از نور خلق شدن. ملائکه از نور خلق شدن. انسان از خاک و گل خلق شده و جن از آتش، شراره آتش، و ملائکه از نور خلق شدن. ملائکه از نور خلق شدن، علاوه بر این که خلقتشون متفاوت است با انسان و جن، در قدرت هم بسیار قوی تر هستن از انسان ها و جن ها. درست. چرا که اونها ویژگی هایی دارن که هیچ کدوم از انسان ها و جن ها در خصوص باز انسان ها ندارن، چون میدونیم باز جن ها هم لحاظ توانایی جسمی از انسان ها قوی ترن. درست. و ملائکه الله متعال بال دارن و در بالها متفاوتن، اینطور نیست که همه مثل هم باشن، همونجوری که آیه بهش اشاره می‌فرمایند. و علاوه بر این که در خلقتشون این گونه هستن، خیلی بزرگن و عظیمن برخی از ملائکه، نه همشون، این برخیشون. و همون حکایت 700 سالی که شما اشاره کردید، واقعا 700 سال یعنی حداقلش اینه که ما 700 سال وقت نیاز داریم تا 700 سال 7 قرن میشه. 7 قرن یعنی فاصله بین گوش تا شانه، اون هم با چه سرعتی مشخص نشده در روایت و پرواز مطرح شده الان، مثلا شاید اصلا 700 سال نوری باشه، یعنی با سرعت سرسام آور نور اگه ما بتونیم حرکت بکنیم بتونیم همچین فاصله رو طی بکنیم. و این عجیب نیست جناب استاد رحیمی. شاید برخیا بگن خب این یک چیزی، حالا شاید بعضیا که همه چیز رو با عقل میخوان بسنجن بگن حالا یک روایت یک جای اومده و یک چیزی درست کرده. اولا اینکه درباره سند روایت معتبر و قابل استناد، و دوما اینکه ما وقتی که صحبت میکنیم درباره مخلوقات الله متعال، آنچه که ما در آسمان ها الان داریم میبینیم، وقتی که در علم نجوم الان برخی از منجمین میگن مثلا بین ما و فلان ستاره و فلان سیاره و فلان کهکشان چند میلیارد سال نوری یا میلیون ها سال نوری وجود داره، خب اینها مگه مخلوقات الله متعال نیستن؟ خب همینا رو کی خلق کرد؟ اینا هم جز مخلوقات الله متعال هستن و این ملائکه هم جز مخلوقات الله متعال هستن و این از این چیزی بعید نیست. در همین باب جا داره که درباره سرعت ملائکه هم یک صحبتی بکنیم که مرتبط هست با این موضوع. درست. که اینو ما در برنامه گذشته اشاره نکردیم بهش. در باب سرعت ملائکه، سرعتشون، ملائکه در سرعت نقل و انتقال از منطقه به منطقه دیگه فوق العاده سریعن، حتی فراتر از سرعت نور، خیلی خیلی فراتر از سرعت نور. ما سرعت نور وقتی که میگیم سرعت نور یعنی 300,000 کیلومتر در ثانیه، 300,000 کیلومتر در ثانیه سرعت نور، آنچه که به هر حال در علوم روز الان مشهور هست که 300,000 کیلومتر سرعت نور هست. و ما الان فاصله و مسافت هایی که بین این ستاره و اون ستاره و این سیاره و اون سیاره، این مسافت ها در علم نجوم وقتی که بررسی میشه با سال نوری بررسی میشه، نه با کیلومتر، چون از کیلومتر خیلی فراتر هست و دیگه حساب خیلی ارقام به حدی صفرهاش زیاد میشه که قابل خوندن نمیشه. درست. ما وقتی میگیم یک سال نوری یعنی مسافتی که نور با سرعت 300,000 کیلومتر بر ثانیه، نه در ساعت، در ثانیه، 300,000 کیلومتر در ثانیه اگر با این سرعت ما حرکت بکنیم، یک سال تمام با این سرعت به کجا میرسیم؟ این میشه یک سال نوری. این رو میگن یک سال نوری. درست. الان سرعت ملائکه
وقتی که ما میبینیم مثلا در روایات داریم مثلا شأن نزول آنچه که در سوره نور درباره آیه لعان مطرح میشه که صحابی میاد به محضر رسول صلی الله علیه و سلم و مشکلی داره و مطرح میکنه و در جا حکم نازل میشه. یعنی صحابی میفهمد ما هنوز از محفل خارج نشده بودیم که جبرائیل علیه السلام اومد و آیه لعان، آیات 8، 9 و 10 مثلا آیاتی که درباره لعان در سوره مبارکه نور هست اینها رو آورد. یعنی چی؟ یعنی این فاصله ای که جبرائیل علیه السلام داره میاد از آسمان ها در کمتر از چند ثانیه داره میاد. ما الان صحبت میکنیم که اگر ما مثلا از کهکشان راه شیری بخوایم بریم یک کهکشان دیگه 100,000 سال نوری، 200,000 سال نوری، 300,000 سال، 300,000 سال، 1,000,000 سال، 2,000,000 سال وقت نیاز داریم. یعنی با سرعت نور هم اگه حرکت بکنیم 2,000,000 سال طول میکشه، 2,000,000 سال تا مثلا فلانی از فلان جا به فلان جا برسه. و الان درباره ملائکه وقتی که صحبت میکنیم در باب سرعتشون، سرعت فوق العاده مافوق تصور ما دارند و اگر در کنار این سرعت ما بحث اینکه کجا زندگی میکنند رو هم بهش اشاره بکنیم، از کجا دارن میان پیش ما، این موقع باز بهتر میفهمیم که این سرعت چقدر زیاده که در کمتر از یک دقیقه، در کمتر از چند لحظه ما میبینیم که جبرائیل امین علیه السلام از آسمان ها میرسه و محضر رسول صلی الله علیه و سلم. درباره مکان سکونت ملائکه برز پوزش، درباره مکان سکونت ملائکه ما از آیات اینگونه برداشت میکنیم که ملائکه وقتی که الله متعال درباره اونها تعبیر میکنه و آمدنشون کلمه نزول استفاده میشه. کلمه نزول مثلا در سوره مبارکه قدر درباره شب قدر که ما میگیم در شب قدر ملائکه میان و اون شب مکرمی هست، الله متعال میفهمد که لیلة القدر خیر من 1000 شهر، شب قدر از 1000 ماه بهتره. و در بعد ادامه چی میفهمد؟ تنزل الملائکه، یعنی تنزل الملائکه، نزول میکنن ملائکه، و روح فیها، و جبرائیل امین علیه السلام که یکی از نامهایش روح هست که در برنامه‌های بعدی بهش خواهیم پرداخت. الان ما در این آیه چیز داریم؟ بحث نزول رو داریم. بله. نزول یعنی چی؟ ما میگیم نزول یعنی پایین آمدن. نزول یعنی آمدن به پایین دیگه، نازل شدن میگیم. نازل شد، نزول کرد. و این نزول یعنی پایین آمدن. پس اشاره به این داره که در آسمان ها هستن ملائکه، در آسمان ها هستن. و یک دفعه رسول الله صلی الله علیه و سلم از جبرائیل امین علیه السلام خواستن که یا جبرائیل نمیشه بیشتر بیای پیش ما دیدنت ببینیمت. خب این ذات نازنین جبرائیل علیه السلام دوست داشتنی هست برای هر کسی، آرزو داره و رسول صلی الله علیه و سلم دوستش هست و دوستشون رو دوست داشتن که بیشتر ببینن. فرمودن که یا جبرائیل نمیشه که بیشتر از اون چیزی که ما رو میبینی ببینی، یعنی بیشتر به سراغ ما و دیدن ما. و این آیه 64 سوره مبارکه مریم نازل شد که الله متعال فرمود و ما نتنزل الا بامر ربک، که یا رسول الله ما فرشته ها، ما ملائکه، ما به اذن الله متعال نازل میشیم. اینطور نیست که به اختیار خودمون باشه که هر لحظه که دوست داشته باشیم بیایم پایین، به هر لحظه که دوست نداشته باشیم نریم. و اینجا موضوع باز هم و ما نتنزل، مسئله نزول مطرح میشه. ما اینجا هم باز تعبیری که جبرائیل علیه السلام برای رسول صلی الله علیه و سلم در آیه قرآن از زبان ایشان گفته شد این بود که ما نازل نمیشیم، یعنی از آسمان وقتی که میآیند. و باز یک روایت دیگر رو هم اگر کنار اینها بگذاریم، روایتی که در شرح آیه 4 سوره مبارکه طور میاد درباره والبیت المعمور، این آیه شریفه و طور وقتی که سوره طور میشه تا میرسیم والبیت المعمور، والبیت المعمور، خانه و قسم به خانه آباد شده. درست. اینجا در شرح این والبیت المعمور روایت های صحیحی از رسول صلی الله علیه و سلم ذکر شده که بیت المعمور کجاست. درست. بیت معمور خانه است، کعبه اهل آسمان، خلاصه صحبت. درست. کعبه اهل آسمان، خانه‌ای در آسمان هفتم. درست. این تعبیر آسمان هفتم، در آسمان هفتم. این آنچه که ما الان داریم میبینیم با چشم سر و با چشم مسلح، با تلسکوپ هایی که داریم میبینیم، همه اینها در آسمان اول داخله. درست. ما در این الان داریم از مسافت های میلیارد سال نوری صحبت میکنیم. یعنی میلیارد سال نوری با اون سرعت نور که گفتیم 1 میلیارد سال کسی بتونه بره تازه میرسه مثلا به گوشه از آسمان اول. درست. اما اینجا آسمان چندمه؟ اینجا الان بحث آسمان هفتمه. درست. بیت معمور در آسمان هفتمه.
و میدونیم که بالای همه این آسمان کرسی است و بالای همه اینها عرش باز. بالای همه اینها عرش، فوق عرش سقف مخلوقات عالمه و الله متعال عرشش بالای 7 آسمانه و جبرائیل امین علیه السلام از عرش به سمت الله به رسول صلی الله علیه و سلم می اومد و همونطور که در آیات مختلف داریم با بحث متولی است که جای این در برنامه ما شاید نباشه. خلاصه این که ما در آسمان هفتم بیت المعمور رو داریم که در اون بیت المعمور حکایت چیه؟ کعبه است، خانه است که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود کعبه ملائکه است. اونجا روزانه ملائکه داخل این خانه میرن و عبادت میکنن و خارج میشن. مثل خانه کعبه ما داریم، البته خب الان ما داخلش نمیتونیم بریم، دور برش عبادت میکنیم و اون بخش حتیم و نظافه ها در داخل خانه صاحب میشه. المهم اینه که یعنی ما در کنار کعبه برای عبادت میریم، ما در مسجد الحرام برای عبادت میریم. فرشته ها هم ملائکه الله متعال هم در آسمان عبادتگاهی دارن به اسم بیت المعمور که اون رو میرن، مثل الان مؤمنان که تشنه زیارت کعبه هستن، ملائکه هم اونجا تشنه زیارت اونجا هستن. درست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که ملائکه وقتی که میخوان وارد این فضا بشن، روزانه 70,000 ملک وارد این خانه میشن و خارج میشن و تا قیام قیامت دیگه نوبت به اینها نمیرسه. و تا قیام قیامت نوبت به اینها نمیرسه که این تعداد ملائکه هم برای ما باز مشخص میکنه که تعداد ملائکه چقدر هست، تعداد اینها رو. و ما یعلم جنود ربک الا هو. الله متعال در سوره مدثر میفهمد که تعداد لشکر الله متعال رو جز خود الله متعال کسی دیگری نمیداند. اینکه ملائکه چند نفر هستن، چه قدر ملائکه هستن. ما الان انسان ها روی زمین گفته میشه 7.5 میلیارد انسان روی زمین هستیم، یک چند میلیارد هم قبل از ما بودن، چند میلیارد هم بعد از ما میان. اما تعداد ملائکه خیلی فراتر از آن چیزی است که ما تصورش رو میکنیم. اگر همین روایت رو مثلا ما حساب بکنیم که رسول صلی الله علیه و سلم میفهمد روزانه 70,000 میاد، یعنی در روزش میشه 700,000، یک ماهش میشه 2,100,000، یک سالش رو ما حساب بکنیم میشه 24 میلیون، میشه 24 میلیون در سالی حساب بکنیم. از زمان رسول الله تا الان 1500 سال ضرب در میلیون بکنیم 25 میلیارد میشه، یعنی حداقل یک چیزی معادل 30 میلیارد از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تا الان داخل خانه رفتن. هر چقدر قبل از اون رفتن و هر چقدر در آینده خواهند رفت. و هر اینا فقط اون کسان ملائکه‌ای هستن که در زیارت در آسمان هفتم هستن. هر چقدر که روی زمینه و حالا می‌رسیم وقتی که رابطه ملائکه با انسان حساب بکنیم که برای هر انسان چند ملک موکل هست تا رسیدگی بکنن به امور هر انسانی بلا استثنا در روی زمین، که این خودش یک بحث بسیار جالب است که حتما بینندگان عزیز ما رو همراهی خواهند کرد در رابطه ملائکه با انسان، تأثیر خود وجود شخصی ملائکه و حضور اونها در زندگی فردی انسان ها. الان ما صحبت ما از چی بود؟ تعدادشون هم که به هر حال گفتیم که بی حد و حساب. الان روزی 70,000 نفر فقط اینجا وارد بیت المعمور میشن و میان. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب معراج وقتی که به ملاقات الله متعال میرفتن در این آسمان اینجا در کنار این بیت المعمور دیدن که ابراهیم علیه السلام تکیه زده به این خانه. کسی که بانی کعبه روی زمین یا مجدد کعبه روی زمین هست، در کنار کعبه آسمان هم جا داره ابراهیم علیه السلام. و این آسمان هفتم حالا مثلا بیت المعمور اونجاست. حالا یک ملکی از آسمان هفتم وقتی که میاد به محضر رسول صلی الله علیه و سلم، یعنی چند میلیارد سال نوری فاصله است، در عرض چند ثانیه میاد. خب الان ما صحبت از چی هست؟ صحبت از یک سرعت مافوق تصور انسانه. یقینا یک سرعت اصلا غیر قابل تخیله. گویی که بعضی وقتا هم فیلمایی رو درست میکنن که آدم از کره زمین همینجوری میره بالا روی نقشه زوم میکنن، میره از کره زمین بیرون، از کره مریخ و میره از دایره منظومه شمسی میره بیرون، انگار که با همین سرعت یا حتی بیشتر از این سرعت همینجوری ملائکه نقل و انتقال میکنن از منطقه به منطقه دیگر. و این برای الله متعال هیچ به هر حال از قدرت الله متعال بعید نیست. و ما ذلک علی الله بعزیز، و برای الله متعال سخت نیست که مخلوقاتی خلق بکنه که با این سرعت نقل و انتقال بکنن. پس ملائکه در بود و باششان اقامتگاهشان آسمان ها بود است، در آسمان هفتم یا در هر آسمان؟ در آسمان های مختلف هستند، در آسمان ها هستند. و اما آنچه که از این آیات از بحث نزول ملائکه مطرح میشه، یعنی اینکه اونها محل اصلی سکونت اونها آسمان هاست. درست. گرچه اونها ملائکه ما داریم که میان روی زمین موکل هستند و نمازهای صبح و نمازهای 2 شیفت کاری دارن. ملائکه وقتی که موکل هستند برای هر انسانی در 2 شیفت کاری با ملائکه
ملائکه او رو میبینن، گرچه ما اینها رو شاید اصلا احساس نمیکنیم. و وقتی که صحبت از ایمان به ملائکه میکنیم، چون اثراتش در ایمان به الله متعال بر ما، این اثرات ایمان به الله متعال به جای خود ایمان به ملائکه هم اون رو تقویت میکنه. ما وقتی ملائکه رو اونگونه‌ای که الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما معرفی کردن، وقتی که به اونها ایمان میآوریم و وقتی که به اونها رو در زندگی خودمون احساس میکنیم، خود به خود تأثیر شگرفی در زندگی ما میگذاره. اینها محل سکونت ملائکه در آسمان هاست. درست. آنچه که از آیات کلام الله مجید مشخص است. و سرعتشون هم گفتیم که یک سرعت فوق العاده مافوق تصور ماست و بعید میدونم که بشر هر چقدر پیشرفت بکنه هرگز بتونه که به حتی به ذره ای از این سرعت دست پیدا بکنه. ما هنوز به سرعت نور، ما نهایت سرعتی که تونستیم الان در فضا طی بکنیم چند هزار کیلومتر در ساعت هست. چند هزار کیلومتر در ساعت نهایت وسیله هایی که طراحی شدن. اما اینها این مخلوقات الله متعال با این سرعت در حال انتقال هستند در آسمان ها. و موضوع دیگری که درباره ملائکه دیگه که باید مطرح شود، ببخشید جناب استاد، با این سرعت وقتی که در حرکت هستن، از آسمان پایین میآیند، از زمین بالا میروند، شاید خسته شوند، گاه نیاز به راحتی هم داشته باشند، یا این سرعتش تأثیری نداره؟ این هم موضوع جالبی است و سوال کاملا به جا و جالبی است که ما الان صحبت میکنیم. خب اگر خود ما بخوایم مثلا بدویم با این سرعت، با این سرعت هرگز نمیتونیم، اما با همون سرعت خودمون 6 7 کیلومتر در 15 کیلومتر در ساعت هم اگر بخوایم بدویم، نهایتش خیلی بدویم دیگه. الان سریع ترین دونده روی زمین نیوز پلنگ هست، فکر کنم با سرعتی حدود یعنی نهایت 60 کیلومتر 70 کیلومتر در اوج سرعتش میرسه، کنم نهایتش خیلی بتونه در 15 دقیقه رو میتونه با این توان بدوه. خب انرژی بدن تحلیل میره و باکش خالی میشه دیگه، کلا بنزین تموم میشه، انسان میخوابه. و حتی ماشین های آخرین سرعت هم یک روزی بنزین تموم میکنن، هواپیما و موشک های ما هم بنزین تموم میکنن. اما درباره ملائکه الله متعال چیزی به اسم خستگی معنا پیدا نمیکنه. آنچه که از آیات کلام الله مجید مشخص هست که الله متعال مثلا در سوره مبارکه انبیاء در آیه 20 میفرماید یسبحون باللیل و النهار، اینها در روز و شب الله متعال رو تسبیح میکنن. لا یفترون یعنی لا یضعفون، اینها ضعیف نمیشن، اینها سست نمیشن. گفتیم در برنامه گذاشتم که نمیخورن و نمیآشامند. از همون برداشت میشه وقتی که ملائکه نمیخورن و نمیآشامند یعنی نیاز ندارن بهش، یعنی نیاز ندارن. ما میخوریم، چرا میخوریم؟ چون بدن نیاز داره. یعنی اگر نخوریم یعنی بدن یک ظرفیت محدود داره که تمام میشه. یعنی انرژی که الان من دارم تو چند ساعت بعد، چرا ما روزی 3 مرتبه غالبا غذا میخوریم؟ چون در چند ساعت خود به خود تمام این انرژی مصرف میشه. یعنی بعدش دوباره نیاز به انرژی جدید داریم، مثل وسایلی که ما ماشین هر چند مدتی بعد باکش دوباره پر بشه چون خالی میشه، استفاده میشه، نه؟ درست. اما ما موضوع بحث ملائکه رو وقتی که نگاه میکنیم، ملائکه الله متعال نمیخورن، نمیآشامند و نمیخوابند و نه خسته میشن. چون خود خواب اصلا، خود خواب از کجا میاد؟ خود خواب دلالت بر خستگی داره. ما چرا میخوابیم؟ چون نیاز داریم، نیاز به تجدید قوا داریم، نیاز به استراحت داریم، نیاز به یک رفرش جدید داریم در بدنمون. تحدیث به عربیش، حالا رفرش انگلیسیش. ما نیاز داریم که یک بار دیگه از اول بدن ما خود به خود اون خستگی هایی که شده در به هر حال واکنش‌های شیمیایی که در بنجر انجام میشه یک بار دیگه تجدید قوا میکنیم و این استراحت رو ما نیاز داریم به خاطر ضعف ماست. می‌بینیم که الله متعال درباره الله متعال لا تأخذه سنة ولا نوم، نه خواب میاد سراغ الله متعال و نه چرت میزنه الله متعال، چون الله متعال خستگی براش معنایی نداره. اصلا برای الله متعال خستگی معنایی نداره. ملائکه در باب خستگی اصلا خسته نمیشن. در عبادت الله متعال شب و روز مشغولن و فطرت اینها اینگونه خلق شده. این رو ما در صفات خلقی ملائکه بیشتر بهش میپردازیم درباره عبادت ملائکه. ملائکه در ذاتشون خستگی اصلا برای اینا معنایی نداره. اصلا نه خسته میشن، نه گرسنه میشن، نه تشنه میشن، نه مریض میشن و این ملائکه و نه اینها و نه میخوابند. اینها همیشه در حال عبادت هستند و تابع اوامر الله متعال. از ویژگی‌های دیگر خلقت ملائکه این هست که ملائکه هیچ متصف به مرد و زن نمیشن. یعنی جنس ملائکه، حالا درباره جنسشون مثلا سوالی پیش بیاد برای بعضی از عزیزان که من خصوص متاسفانه که خیلی از وقتها تصور این گونه هست که ملائکه وقتی صحبت از ملک میشه و ملائکه خیلی جا میبینیم که تصاویری میکشن، نقاشی هایی میکنن و این برداشت های جاهلانه که در زمان
رسول صلی الله علیه و سلم و قبل از ایشون هم بود و هنوز هم هست که فکر میکنن ملائکه جنس مؤنث هستن. ملائکه جنس مؤنثن، یعنی مثل زن هاست شکل و شمایلشون و حالا چون حالا زیبا هستن ملائکه، چون زیبا هستن شاید بعضی فکر میکنن مردا زشتن و خانم ها زیباتر هستن و به هر حال اینجوریه که پس ملائکه بعد جنس زن داشته باشن چون زنها زیباتر هستن. الان در این باب وقتی که ما به قرآن کریم نگاه میکنیم میبینیم که الله متعال در سوره های مختلف درباره این تصور باطل و بلکه تصور بسیار خطرناک، تصوری بسیار خطرناک که ملائکه رو دختر دانستن، جنس زن دانستن، درباره این آیات با شدت الله متعال درباره این مفهوم آیاتی داره که خیلی شدید توبیخ میکنه الله متعال این تفکر و این باور رو. و این بود که مثلا در زمان نزول قرآن کریم عده‌ای از مشرکین در جزیره العرب و ماحولش در جزیره العرب و ماحولش بر این باور بودن که الله متعال ملائکه دختران الله متعال هستند. درست. اونها میگفتن که ملائکه دختران الله متعال هستند و الله متعال اومد اونها رو در آیات مختلف با تعابیر مختلف توبیخ کرد. و یجعلون لله البنات، و برای الله متعال دختر قائل شدن. اونها میگفتن ملائکه دخترهای الله متعال هستند. سبحانه، پاک و منزه است الله متعال. در آیه 63 مبارکه نحل ولهم ما یشتهون، برای الله متعال دختر قائل میشن و برای خودشون در آیه 58 مبارکه نحل و برای خودشون چیکار میکنن؟ برای خودشون دختر پسر قبول میکنن. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب. وقتی به خودشون به گفته میشه که دختردار شدی، اخماش تو هم میشه، ناراحت میشه که کاش پسر میشد، اما چیکار بکنم؟ از قوم مخفی میشه از شومی خبری که به او رسیده که آیا این رو با ذلت و خواری نگه داری یا این که او رو زنده به گور بکنه در خاک. حالا با این تصور آمدن به الله متعال دختری که برای خودشون دوست ندارن نسبت میدن به الله متعال. در این باب الله متعال درباره کسانی که برای الله متعال ملائکه رو دختر قرار دادن و حتی کسان دیگری که حتی فکر میکنن ملائکه از جنس مؤنث هستن، توبیخ عجیبی داره. الله متعال میفرماید و جعلوا الملائکه، قرار دادن ملائکه رو الذین هم عباد الرحمن، اونهایی که بندگان الله متعال هستن، اناثا، گفتن که این ملائکه چی هستن؟ مؤنث هستن. اشهدوا خلقهم، ببینید سوال اینجاست. کسانی که میگن ملائکه زن هستن، دختر هستن، جنس مؤنثن، این تعبیر کلیه. و جعلوا الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم. ای کسانی که این حرف رو میزنید، اون کسانی که این حرف رو میزنند آیا شاهد خلقت ملائکه بودند؟ خودتون اونجا سر صحنه بودید وقتی الله متعال اینا رو خلق می‌کرد، دیدید که اینا مؤنثن؟ نه خیر. اشهدوا خلقهم؟ نه، جواب نمیده الله متعال. مشخصه که کسی نبوده. پس وقتی کسی شاهد نیست به چه جرأتی داره همچین مطرح میکنه، همچین حرفی میزنه؟ نه، اشهدوا خلقهم. بخش بعدی خیلی عجیبه. ستکتب شهادتهم، ستکتب شهادتهم و یسألون. این شهادت اینها که ملائکه رو اینها دختر دانستن، زن دانستن، جنس مؤنث دانستن، این کلام اینها، این اعتقاد نوشته می شود. ستکتب شهادتهم و یسألون، و از این سوال خواهند شد و باید پاسخ بدن. بر چه مبنایی، به چه دلیلی شما گفتین ملائکه دخترن، زنن، مؤنث جنسشون؟ از کجا آوردین این دلیل رو؟ اینه که ما پس در این باب خیلی باید محتاط باشیم. درست. که ملائکه مؤنث نیست جنسشون. درست. همونطور که مذکر هم نیستن. حالا این که بگیم مؤنث هستن، شاید بعضی فکر کنن خب مؤنث نیستن پس مردن. نمیگیم هم مذکرن. الله متعال موضوع این که بعضی ها میگفتن اینها بنات الله هستن رو شدیداً محکوم فرمود. درست. و فرمود که حتی باید پاسخگو باشید. شما که فکر میکنید ملائکه اصلا ملائکه این که اینها بنات الله باشن، نعوذ بالله اینها فرزندان الله متعال باشن، که به جای خودش اون که یک کفر و شرک مجزاست. حتی همین اعتقاد رو که بعضی ها ملائکه رو زن بدانن، برخی از مفسرین و علما بر مبنای این آیه سوره مبارکه زخرف که تلاوت شد
بر مبنای این آیه گفتن که اگر کسی ملائکه رو دختر دانست یا زن دانست یا جنس مؤنث دانست کافر است. چرا؟ چون الله متعال رسما میفهمد. صراحتا الله متعال میفهمد و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا، گفتن ملائکه زنن، جنسشون مؤنثه، از جنس مؤنثن. اشهدوا خلقهم، آیا اینها مشاهد خلقش بودن؟ ستکتب شهادتهم و یسالون. یسالون یعنی اینکه این اعتقاد خلاف آیات قرآن کریم است. درباره مذکر بودنشون هم نمیگیم که پس چون مؤنث نیستن پس حتما لازمش اینه که اینا مذکر باشن پس مردن. یعنی نعوذ بالله به کسی فکر بکنه که جبرائیل علیه السلام مثلا حالا اگر مؤنث نشد پس مذکر است. نه، اصلا ما چون گفتیم ملائکه یک مخلوقاتی هستن متفاوت با انسان و متفاوت با جن و خلقتشون متفاوت با خلقت ماست و قدرت هایی که داریم صحبت میکنیم دربارهشون و همه از کتاب و سنت صحیح ثابت هست. اینها اصلا موجودات خلق شدن از نور که با خاک متفاوت است. اصلا خلقت اینها با خلقت ما فرق میکنه. اصلا اینا در یک مجال دیگر هستن، یک نوعی از مخلوقات دیگر هستن، ما مخلوقات دیگری هستیم. ما نباید اینها رو با خود قیاس بکنیم. به همین خاطر که ما الان داریم همه چیز رو در چارچوب روایات، اینها جزء غیبیات هستن. درست. اینها ملائکه جزء غیبیات هستن. چرا؟ چون ملائکه رو ما با چشم سر خود با این چشم فعلی نمیتونیم اون شکل ظاهریشون رو ببینیم. گفتیم ملائکه این توانایی رو دارن که به شکل دیگری در بیان. درست. از آیات قرآن کریم ثابت است که ملائکه اومدن، مثل حکایت آن ملائکه‌ای که به دیدن ابراهیم علیه السلام رفتن، ملائکه‌ای که برای لوط علیه السلام رفتن به شکل پسرهای زیبایی و نشناختن اونها را انبیای الهی ابراهیم علیه السلام و لوط علیه السلام. و همچنین اون جبرائیل علیه السلام وقتی که بر مریم علیه السلام داخل شد در خیمه اومد فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. الله متعال میفهمه یاد کن اون لحظه‌ای که جبرائیل در مریم رفت گوشه شرقی بیت المقدس برای عبادت و خلاصه این که جبرائیل علیه السلام الله متعال میفهمه من روح خودم رو جبرائیل علیه السلام رو که نامش روح هست، روح القدس، فرستادم به شکل انسانی. این هست. اما خود ذات ملائکه برای رسول صلی الله علیه و سلم این اتفاق افتاد و اون از معجزات رسول صلی الله علیه و سلم است. از معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلم که ملائکه رو مشاهده کردن. اما از آیات دیگر مشخص میشه وقتی که گفتن لولا انزل علیه ملک، الله متعال فرمود ولو انزلنا ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون. ما اگر ملک هم بفرستم به شکل انسانی میاد، ابراهیم هم متوجه نمیشه، لوط هم متوجه نمیشه، شما هم متوجه نمیشه، صحابه هم متوجه نمیشن در کنار رسول صلی الله علیه و سلم در همین حدیث جبرئیل معروف کامل، چه برسه به مشرکین و دیگران. اما این که رسول صلی الله علیه و سلم ایشون رو دیدن از معجزات رسول صلی الله علیه و سلم است. پس ما درباره ملائکه وقتی که صحبت میکنیم در مورد جنسشون که نه مؤنث درباره هستن، این که نباید بگیم مؤنث هستن و نمیگیم هم مذکر هستن، درست. چون نه دلیلی برای مذکر بودن ثابت است و مؤنث بودن رو الله متعال شدیداً توبیخ میکنه. پس چی میگیم؟ میگیم بل عباد مکرمون، آنچه که الله متعال درباره اونها تعبیر کرده. و بر همین مبنا الان موضوع بحث دیگری باز مطرح میشه، بحث زاد و ولد ملائکه. آیا ازدواج میکنن؟ آیا زاد و ولد میکنن؟ آیا در این باب ما سکوت میکنیم، چون دلیلی برای اثباتش نیست. اگر بخوایم با خودمون قیاس بکنیم خب طبیعتا باید یک گروهشون مرد باشه، مؤنث باشه، یک گروه مذکر باشن و این تناسب صورت بگیره که این رد شد، قرآن رد کرده، که این از این بابت رد میشه. بله. اما اینکه قدرت الله متعال، بله الله متعال این قدرت رو داره، نیازی نیست که حتما مثلا مخلوقاتی مؤنث و مذکر داشته باشن تا زاد و ولد بکنن. بله. این قدرت برای الله متعال هست که برای انسان ها هم اتفاق افتاد. برای مریم علیه السلام بدون اینکه جفتی داشته باشه الله متعال عیسی علیه السلام رو بهش میده. این قدرت رو الله متعال داره، شکی در این نیست. اما چون نه در قرآن کریم و نه در روایت های صحیح در این باب سخنی گفته نشده، ما دیگه نمیتونیم بیایم که بگیم خب پس این کار رو دارن یا ندارن. ما در این باب سکوت میکنیم. با عنوان آخرین پرسش در این باب، آیا مثل انسان ها وفات میکنن یا خیر؟ مختصرا درباره وفات ملائکه که آیا الان ملائکه به مانند ما مرگ و میر دارند، هیچ دلیلی از کتاب سنت صحیح فعلا وجود نداره که ما بگیم ملائکه فعلا الان مثلا در این دورانی که ما 1000 سالی که از 1000 اندی سال که از زمان رسول صلی الله علیه و سلم 1400 کم و بیش گذشته و یا قبلش و یا بعدش. اما درباره نفخه اول وقتی که سور دمیده میشه در پایان حکایت دنیای فعلی ما، بله.
که یعنی قیامت برپا میشه بله و این تحولات زمین و زمان و همه به هم میریزه، بله خراب میشه و بعد نفخه سور اول دمیده میشه. ما 2 تا سور داریم، سور اول و سور دوم. درست سور اول که همه چی از بین میره و سور دوم که دوباره همه چی زنده میشه. زنده میشه موجودات. در سور اول الله متعال در سوره مبارکه زمر آیه 98 68 میفرماید که و نفخ فی الصور و دمیده شد در سور. فصعق دمیده شد فعل ماضی، یعنی انگار نزدیک، انگار که اتفاق افتاده. فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. فصعق اینجا فصعق یعنی که میمیره. بله مردن بر اثر بیهوشی اون صدای سوره. درست الله متعال میفرماید فصعق من فی السماوات و من فی الارض. هر آن چیزی که در آسمانه و هر آن چیزی که در زمینه همه میمیرن بلا استثناء الا رب العالمین. همه از بین میرن. فصعق من فی السماوات الا من شاء الله رو الا من شاء الله. هر آن چیزی که الله متعال، الان ما میرسیم که حالا این الا من شاء الله، آیا این من شاء الله رو که الله متعال توضیح نداده، برای ما مشخص نکرده که چی هست، اما در آیات دیگر توضیح داده که بجز خودش همه چی دیگه از بین میره. ثم نفخ فیه اخرى، یک سور دیگه دمیده میشه. فاذا هم قیام ینظرون، دوباره بلند میشن و میبینن هم چیز. الان در این آیه 68 سوره زمر اشاره به اینه که هر آن چیزی که در آسمان هاست و زمین است از بین میرن و از سکان آسمان ها با سوره اول بعد پوزش. و گفتیم که از ساکنین آسمان ها کیا هستن؟ ملائکه هستن. و دلیل دیگری که دلالت میکنه، تایید میکنه این معنا رو که ملائکه هم اینجا در این آیه داخل هستن، آیه 88 سوره قصص است. کل شیء هالک الا وجهه. هر چیزی هلاک میشه مگر ذات الله. و باز در سوره مبارکه غافر داریم که الله متعال میفرماید اون روزی که همه چیز از بین میرن و الله متعال ندا میده، اون روز، اون نفخه اول، این الان همه چیز، حتی اسرافیل علیه السلام که خودش سور رو میدن، حتی ملک الموت که جان همه رو گرفته، الله متعال جان او رو هم میگیره. دیگه هیچ کسی نمیمونه به جز الله متعال. هیچ کسی نمیمونه، حتی جبرائیل علیه السلام. و این عظمت الله متعال است و این قدرت الله متعال است. و اون لحظه الله متعال ندا میفرماد لمن الملک اليوم، امروز پادشاهی از آن کیست؟ هیچ کسی نیست که جواب بده. این در روایت رسول صلی الله علیه و سلم در شرح این آیه سوره مبارکه غافر آمده که لمن الملک اليوم یوم هم بارزون علی الله لا یخفی منهم شیء. لمن الملک اليوم، الله متعال میفرماید که برای کی؟ 3 بار این رو تکرار میفرماید و کسی نیست که جواب بده. خود الله متعال میفرماید لله الواحد القهار. الله امروز پادشاهی از آن الله یگانه چیره است. و در این مجموع این آیات این گونه برداشت میشه که کل نفس ذائقة الموت کل شیء هالک الا وجهه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. ملائکه در نفخه اول سور، یعنی اون لحظه‌ای که دیگه دنیای این قسمت زندگی ما همه چی از بین میره، ملائکه هم در این داخل هستن. اما قبل از اون حکایت هیچ دلیلی پیش ما نیست که ما از کتاب و سنت بتونیم برداشت بکنیم که ملائکه الان هم آیا این موت سراغشون میاد یا نه. درباره این دلیلی وجود نداره. تشکر. سلامت باشید. اجازه بدید بریم به سراغ یکمن برنامه. بیننده های عزیز وقفه کوتاه رو میگیریم و برمیگردیم. با ما باشید. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. جئت للبيت الحرام لألبي في الزحام ويطوف القلب حبا بين ركن ومقام. جئت مشتاقا ألبي
قاصدا إياك ربي أنت غفار وإن يرتجي غفران ذنبي. قد تركت الأهل خلفي جزت بحرا وفلا لا يساوي الكون عندي وقفة في عرفات. جئتها حبا وفرضا أطهر البلدان أرضا فعسى الرحمن عني فجر يوم النحر يرضى. جئتها حبا وفرضا أطهر البلدان أرضا فعسى الرحمن عني فجر يوم النحر يرضى. عجما جاءوا وعربا ركبوا بحرا وجوا ليس بين الناس فرق أبدا إلا بتقوى. عجما جاءوا وعربا ركبوا بحرا وجوا ليس بين الناس فرق أبدا إلا بتقوى. جئت مشتاقا ألبي قاصدا إياك ربي أنت غفار وإن يرتجي غفران. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أردني. ذنبي تعلاني. با سلام مجدد خدمت شما بیننده‌های عزیز و گرامی، با موضوع صفات ملائکه در برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان هستیم. قبل از میان برنامه استاد سلیمانی عزیز در مورد بقایای صفات خلقی ملائکه صحبت‌های تفصیلی کردن. البته حالا جا دارد بریم به سراغ صفات خلقی یا به گفته شما شخصیت اخلاقی ملائکه. در مورد صفات خلقیشان دارای چه اخلاقی هستند ملائکه؟ اگر به آیات کلام الله مجید برگردیم، چون اصل هست در این باب و روایت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم که راهی و چاره جز این هم نیست که باید برای شناخت ملائکه که جزی از عالم غیب هستند به اصل مرجع غیب که کتاب و سنت صحیح است مراجعه بکنیم. چند صفت رو که جزء شخصیت فردی ملائکه است، جزء شخصیت اونهاست و اخلاقی اونها ما در آیات قرآن کریم میبینیم. درست. آنچه که ما گفتیم جزء ذاتشون بود که به هر حال طبیعت ذاتشون و برخی از اونها شاید از ذات هم به هر حال یک سری صفات خلقی هم بشه از خلق برداشت کرد. در قرآن کریم وقتی که نگاه میکنیم یک تعبیری برای ملائکه استفاده شده در سوره مبارکه عبس داریم با تعبیر کرام برره. الله متعال میفرماید قرآن در فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره بأیدی سفره کرام برره، در صحفی با کرامت و والا مقام که این خودش اشاره داره به اینکه ما باید با مصحف هم از این برخی از مفسرین برداشت میکنن که به خود مصحف شریف هم باید احترام گذاشته بشه و این جزء تعظیم شاعر الله حساب میشه، چرا که
ملائکه احترام خاصی به مصحف داشتن و اون صحفی که در اون آیات کلام الله مجید نوشته شده به ایدی سفره، به دست سفیرانی است. سفره یکی از تعابیری که برای اسمهایی که برای ملائکه استفاده شده به صورت عموم. درست. که در بحث بعدی در برنامه بعدی به تفصیل داریم صحبت خواهیم کنیم ان شاء الله. اسمهای ملائکه‌ای که الله متعال به صورت عموم یا خصوصی تک تک اسم برده فلانی و فلانی. در ادامه می‌فرماید که کرام برره، کرام از کرم گرفته میشه و برره از بر گرفته میشه. بله. اینها اهل کرمن، کریمن، معززن، کریم مزاجن، با کرامتن و برره اینها کارهاشون اینا نیکوکارن، اینها اصلا کلا نیکو کردارن، نیکو رفتارن. اینا جزء صفات اخلاقی ملائکه است که این ملائکه الله متعال ذاتی هستند که ذاتهایی هستند که اینها طبیعت اخلاقیشون اینطوریه. اون طبیعت اخلاقیشون اینطوریه و اصلا کلا اینها فطرتشون اینطوری اصلا خلق شده. درست. این جزء فطرت اینهاست. اینها جزء ذات، اینها جوری الله متعال اخلاق اینها رو و ویژگی‌های خلقی اینها این گونه در وجود اینها گذاشته. درست. اینجوری آفریده شدن، نمیتونه غیر این باشن اصلا. این موجودات عظیم و دوست داشتنی اینجوری هستن اصلا. اینی که صفاتی است که ما این رو باز در روایت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم هم در روایتی که امام بخاری ذکر میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که به عایشه صدیقه مادر نقل می‌فرمایند که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که کسی که قرآن رو میخونه و حافظ قرآن هست، کسی که حافظ قرآن هست اون با کی هست؟ مع سفرت الکرام، اون با سفیران مکرم الله متعال هست که اونجا باز کرام، همین کرام برره، اونجا بررهش نیومده، اینجا باز درست. کرامش اومده. و در ادامه روایت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که و کسی که قرآن میخونه و یتتعته فیه فله اجران، کسی که سخت براش قرآن خوندن اون دو تا اجر میبره، یکی اجر تلاششه که اجر این که براش سخت است. و این روایت هم اشاره داره که کسی که حافظ قرآن هست با اون ملائکه انگار که جایگاهش با اونهاست. یعنی تشویقی هست در این روایت که حافظ قرآن باید مثل اونها باشه، حافظ قرآن باید مثل ملائکه باشه در رفتارش، در صفاتش، یعنی باید طوری زندگی بکنه، طوری رفتار بکنه، چون ملائکه، این قرآن به دست ملائکه است. اصلش گفتیم به ایدی سفره کرام برره فی صحف مکرم مرفوعات مطهره، به ایدی سفره کرام برره. همونطوری که این مصحف اونها ذاتهای مکرم نیکو کردار این رو دارن حمل میکنن، مصحف شریف رو در آسمان ها، کسانی که در زمین و مصحف شریف رو در قلبشون جا میدن باید این صفات رو داشته باشن. اینها نیکو کردار باید باشن، اینها باید مکرم باشن، اینها باید در رفتارشون و اخلاقشون متفاوت باشن با دیگران. این یکی از صفاتی است که درباره صفات خلقی ملائکه در کتاب و سنت صحیح ما مشاهده میکنیم. تعبیر دیگری که الله متعال برای بندگان خود، این بندگان خودش استفاده کرده و این مخلوقات خودش، که الله متعال میفهمد بل عباد مکرمون. گفتیم که درباره این که اینها رو نباید بگیم مؤنث هستن و نباید بگیم مذکر هستن، خب چه تعبیری استفاده میشه؟ بل عباد مکرمون، اینها بندگان مکرم الله متعال هستند. این عباد مکرمون مکرم هستند. اینی که صفاتی است که برای ملائکه در قرآن کریم در سوره ملائکه انبیا ذکر شده. درست. از جمله صفات دیگری که باز در حدیث برای این عزیزان استفاده شده و این ملائکه و مخلوقات معزز الله متعال این هست که اینها در صفاتشون یکی از صفات بارز اونها حیا هست. و این از کجا ثابت میشه؟ مادر عایشه در روایت امام مسلم میفرماید که یک روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم استراحت میکردن و همینطور به پهلو دراز کشیده بودن و مقداری لباسشون هم در زانو بالاتر بود و ابوبکر صدیق پدرم داخل شد و مادر از اون گوشه میدیدن دیگه، به هر حال آمد و رسول همونطور بود و ابوبکر نشست و سلام میکرد و شروع کردن به صحبت. حضرت علیه السلام همونطور حالت خودشون رو حفظ کردن. درست. و خب این از محبت و از راحتی رسول صلی الله علیه و سلم به اصحابش است. عمر آمد به همین شکل، یعنی خودمانی بودن و راحت بودن و رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاد حرکتی نکردن، همون حالتی که به پهلو دراز کشیده بودن همونطور بودن تا اینکه عثمان رضی الله عنه وارد شد. وقتی عثمان وارد شد رسول الله صلی الله علیه و سلم نشستن، خود لباسشون رو مرتب کردن، جمع کردن و شروع کردن به صحبت کردن با عثمان. و این برای مادر
عجیب بود. بله. ابوبکر و عمر عزیزترن نزد رسول صلی الله علیه و سلم از عثمان. این برخورد با اونها نشون. مادر میفهمد وقتی که رفتن ایمان من از رسول صلی الله علیه و سلم پرسیدم یا رسول الله ابوبکر آمد، عمر آمد، شما زیاد تغییری در نحوه به هر حال شکل استراحتتون و شکل نشستنتون و یا استقبال گرمی باشه ندیدم. خیلی اونجوری که عادی بودید، راحت بودید. عثمان که آمد شما نشستید، لباساتون جمع کردید. حکمتی هست و حکایتی هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که عایشه آیا حیا نکنم از شخصی که تستحی منه الملائکه؟ آیا از کسی حیا نکنم که ملائکه از او حیا میکنند؟ الله اکبر. این درباره حیای عثمان رضی الله عنه روایت مختلفی هست که ایشون حتی لباس خودش رو وقتی که میخواست عوض بکنه در یک جایی که فضای هیچ کسی هم نبود داره یک چیزی داره برای خودش میپیچید، باز هم لباس خودش رو عوض میکرد و از حجب و حیای سیدنا عثمان که معروف است در بین صحابه به حیا و این روایت هم دلالت میکنه بر حیای عثمان. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ملائکه آسمان این مخلوقات مکرم از عثمان حیا میکنن چون خودش انسان بسیار با حیایی است. و آیا من حیا نکنم از کسی که ملائکه آسمان از او حیا میکنن؟ بخش دوم روایت که حالا بخش اول که برای فضایل عثمان رضی الله عنه استفاده میشه، بخش دوم محل شاهد ماست که ملائکه از او حیا میکنن. یعنی این صفت به ملائکه نسبت داده شده که ملائکه حیا دارند و این حیای ملائکه است. و باز این حیا رو ما در روایت های دیگری میبینیم، حالا میرسیم بهش ان شاء الله، در بحث ارتباط ملائکه با انسان. درست. که همراهی میکنن انسان رو مگر در دو جا. ملائکه همیشه با انسان هستن، ملائکه که به هر حال اون ملائکه کرام الکاتبینی که هستن، ملائکه دیگه که یحفظون من بین ایدیه و من خلفه و ما مجموعه های مختلف داریم، در دو جا نمیان با انسان. یکی وقتی انسان برای قضای حاجت میره و یک وقت دیگه که انسان با همسرش خلوت میکنه، ملائکه حیا میکنن از اینکه در این صحنه، چون انسان خودش غالبا حیا میکنه در این جاها، انسان خودش انسانه، هر انسانی طبیعتا، ولی اینکه ایمان هم نداشته باشه انسان دوست نداره مثلا این موارد رو در فضایی که بقیه مشاهده میکنن انجام بده و ملائکه هم اینجا این رو رعایت میکنن و اینطور نیست که با وجود این عظمتشون و این قدرتشون و این سرعتشون و این ویژگی های خلقی که درباره صحبت کردیم این سبب شده باشه که متاسفانه یعنی بگیم در باب خلقشون هم و اخلاقشون هم متأثر شده باشه و یک حالت تکبر و یک حالت غرور و اینها نیست. اینها ذات‌هایی هستن بسیار پاک و ذات‌هایی هستن که الله متعال اینها رو به عنوان بهترین مخلوقات فعلی که در آسمان هستن اینها رو قرار داده. حالا در بین فضایل تفاوت ملائکه بهتر هستن یا انسان ها بهتر هستن یک بحث مفصل ان شاء الله خواهیم داشت که چگونه حالا انبیا، تفاوت انبیا ملائکه و رسولان ملائکه با رسولان انسان ها، اون بحث مفصل است. اما فعلا اینها خلقتشون از انسان ها و جن ها بهتر است، شکی در اون نیست و مهمترین ویژگی که ملائکه دارن که اونها رو متمایز میکنه نسبت به حالت مجموع انسان ها و مجموع جن ها اینه که ملائکه معصومند. معصوم هستند؟ ملائکه از هر گونه اشتباه و خطا معصومند. وقتی میگه معصومند یعنی که اشتباه نمیکنن، یعنی که گناه نمیکنن، یعنی که خطا نمیکنند. اینها در آیات مختلفی از قرآن کریم، عنوان مثال در سوره ملائکه تحریم ما داریم که الله متعال میفرماید که علیها بر دوزخ ملائکتون غلاظ شداد، ملائکه هست خیلی محکم، سفت و سخت. این سفت و سختیشون به خاطر امر الله تعالی است. الله متعال امر کرده باید اینطوری باشید، اینا اینطوری هستند، تابع فرمان هست. علیها ملائکتون غلاظ شداد لا یعصون الله، لا یعصون، معصیت نمیکنن الله تعالی، نافرمانی درباره بر الله تعالی ندارن. الله متعال میفهمد محکم محکمن، سفت سفتن، بزنید میزنن، ببندید میبندن، ببخشید میبخشن. اینها تابع امرن. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، و انجام میدن، معصیت نمیکنن و انجام میدن آنچه که به اونها فرمان داده شده. ببینیم این دو تعبیر یعنی چی. لا یعصون الله، معصیت نمیکنن یعنی گناه انجام نمیدن، این از کارهایی از که گناهان دوری کردن، از گناه کارهایی که منع شدن، گناه دیگه طبیعتا معصیت یعنی از هر گناهی دوری میکنن و یفعلون ما یؤمرون، و هر چه الله امر میکنه انجام میدن. ممکنه یکی است دیگه.
اینها از گناهان دوری کردن و از آنچه که الله متعال امر کرده اونا رو انجام دادن میشه عین تقوا دیگه. یعنی خلاصه یعنی تقوا همینه دیگه. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی اسمت. معنای اسمت همیست. اسمت هم یعنی همین. یعنی که انسان تمام دستورات الله متعال رو اون گونه‌ای که شایسته است انجام میده و هیچ گناهی مرتکب نمیشه. خالی معصوم میشه. انبیاء الهی معصومن. ببین به چه خاطر معصومن؟ انبیاء الهی چون هیچ گناهی انجام نمیدن و هر چه الله متعال امر میکنه انجام میدن. و ملائکه، حالا ما انسان ها فقط انبیا معصومن در بین انسان ها، اما در بین ملائکه همه ملائکه معصومن بلا استثناء. از جبرائیل امین علیه السلام سردار و سرور ما آقا جبرائیل علیه السلام تا پایین ترینشون که الله متعال براش مشخص است که کی است، اینها همه ملائکه در این صفت مشترکن. در سوره ملائکه نحل الله متعال میفرماید که ملائکه والملائکه و هم لا یستکبرون، ملائکه استکبار نمیکنن، تکبر نمیکنن. یخافون ربهم من فوقهم، میترسن از الله متعال بالا سرشون، تقوا دارن، ترس الله متعال دارن که معصیت نمیکنن. و یفعلون ما یؤمرون، و یفعلون ما یؤمرون، اینها انجام میدن هر آن چیزی رو که به اینها امر شده و هرگز این رو ترک نمیکنن. بله و آیات مختلف دیگری که حالا در این باب به همین قد اکتفا میکنیم چون وقت شاید اجازه نده. بله، دقایق پایانی برنامه است. شما از اسمت ملائکه صحبت کردین، البته گفتین که از انسان ها تنها انبیا معصوم هستن و ملائکه علی الاطلاق کلشان معصوم هستن. امامان معصوم نیستن؟ اگر کسی بخواد به زور اونها رو در این چیز داخل بکنم داخل نمیشن. یعنی چون ملائکه فقط ملائکه و انبیای الهی از انسان ها معصومن. بسیار خوب. و بقیه مخلوقات هیچ کدوم معصوم نیستن. یعنی اشتباهی سر میزنن. طبیعت ذاتشون این گونه است. بسیار خوب. اینجا شما از اسمت ملائکه یا از معصوم بودن آنها صحبت کردید، اما میشه به عنوان شبهه یا سوال، واقعا جای سوال باشه، الله متعال وقتی که حضرت آدم را خلق کرد و به ملائکه فرمان داد که سجده بکنین، ما دیدیم که از میان ملائکه ابلیس سجده نکرد. یکی دوم اعتراض در عین آیت الله متعال گفت من مخلوق جانشین خلق میکنم در روی زمین. ملائکه اعتراض کردن اتجعل فیها من یفسد فیها، یعنی بالای کار خداوند اعتراض کردن خودش خلاف اسمت است که بالای کار خالق کسی اعتراض بکنه. و همچنین در سوره بقره داستان هاروت و ماروت که دو ملک بودن و آمدن سحر تعلیم میدادن، در حالی که تعلیم سحر، عمل به سحر طبق حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کفر خوانده شد. قبل از این که به این سه موردی که شما اشاره فرمودید بپردازیم، من فقط موضوع رو بخاطر اینکه ابعادش مشخص باشه، وقتی میگیم از اسمت ملائکه کاملا در همه چیز معصومند، انبیاء الهی در ابلاغ رسالت معصومند. درست. این قید مهمه. درست. از آیات قرآن کریم این گونه برداشت میشه که حالا جاش اینجا نیست و دلایل مختلفی وجود داره برای این. درست. اما درباره آنچه که مطرح میشه، شبهاتی که احیانا میگن که اگر ملائکه معصومن پس چرا این موارد مثلا اتفاق افتاد؟ موضوع بحث ابلیس، اولا بحث ابلیس که اصلا ابلیس جزء ملائکه نبود. درسته که در سیاق آیات قرآن کریم هر جا وقت میفرماید و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، بله. این تعبیر در جاهای مختلف به همین تعبیر میاد. در سوره مبارکه کهف الله متعال چی میفرماید؟ فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. درست. از جن بود، از ملائکه نبود. از ملائکه نبود. بله. الله متعال صراحتا میفهمه جن بود. درست. مثلا مگه نگفت خلقتنی من نار و خلقته من طین؟ بله. دلیل مخالفتش گفت من از آتش خلق کردی و اون رو از گل، در حالی که ملائکه از نور خلق شدن. درست. پس ابلیس اصلا جز ملائکه نبود، شیطان ملک نبود. بسیار خوب. بلکه به خاطر عبادت و تقرب در جمع ملائکه جا پیدا کرده بود، در جمع اونها را پیدا کرده بود و جز ملائکه نبود. درست. و این هیچ خللی در بحث اسمت ملائکه ایجاد نمی‌کنه. این موضوع بحث ابلیس بسیار خوب که مشخصه برای اعتراضشان بالای موضوع بحث این که در سوره مبارکه بقره مثلا آیه 30 الله متعال میفرماید که و قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، قالوا وقتی که الله متعال اعلام کرد من میخوام خلیفه روی زمین قرار بدم، گفتن که کسی قرار میدی که در اون خون بریزه و در اون فساد بکنه در حالی که ما تسبیح و تقدیس تو رو انجام میدیم. اونجا اعتراض نبود، طلب حکمت بود. اونها حکمت رو میجستن. چه حکمتی در این هست؟ چه حکمتی در این هست؟ چه حکمتی هست که شما کسی رو میفرستید؟ این هم تازه اینها از کجا گفتن؟ از کجا میدونستن که فساد میشه؟ از کجا میدونستن که خون میریزن؟
اونا که عالم الغیب نبودن، اونا که خبر نداشتن از آینده. بله. اینها به این خاطر که اونها قیاس کردن با جنها که قبل از انسان بودن. جنها قبل از انسان روی زمین بودن. بله. خونریزی کردن، فساد کردن و خلیفه اونها قرار بود روی زمین بیاد انسان‌ها. گفتن اینم خلیفه اون، اینم مثل اونها دیگه، تازه خلقت این که با خلقت اونها متفاوت هم هست. و اینجا اعتراض نکردن، بلکه طلب حکمت کردن، استفسار کردن. و پاسخ الله متعال چی بود؟ الله متعال اون رو توبیخ نکرد که. الله متعال چی فرمود؟ بعد در ادامه آیه الله متعال میفرماد انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی میدانم که شما نمیدانید. و بعد که الله متعال به آدم علیه السلام اسماء رو یاد داد، بعد که پرسید و بعد از اونها فرمود از الله متعال به ملائکه خب حالا بگید ببینم که اینایی که به این یاد دادم نظر شما چی؟ گفتن سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، ما نمیدانیم. بعد الله متعال باز تاکید فرمود که ببینید من چیزهایی میدونم، غیب میدونم که شما نمیدانید. درست. و حکمت های این طلب حکمت بود. اینجا استدلال برای هم میشه که ملائکه غیب نمیدونن. اینجا ملائکه غیب نمیدونن. ملائکه در بحث غیب، حالا باش انشالله این رو یادتون باشه که اشاره بکنیم. درست. ما صحبت از ملائکه که میکنیم، ملائکه موکلی که برخی از وظایف رو انجام میدن، این ملائکه برخی از مواردی که برای ما غیب هست رو اونا میدونن که برای اونها غیب نیست. درست. چون اونها موکل این کارن. مثلا الله متعال در هر سال برای اونها یک سری وظایف رو تعیین میکنه و بهش گفته میشه مثلا ملک الموت میدونه که فلانی فلان روز ما باید برم جانش رو بگیرم. اما به این معنی نیست که همه رو میدونه. یک موارد خاصی که در اون سال باید جانشون رو بگیره، در هر زمان و مدت خاصی براشون یک سری دستوراتی داده میشه که اون رو میدونن بعد اجرا بکنن. درست. اما بیشتر از اون رو نمیدونن. اما آنچه که در لوح محفوظ علی علم ما کان و ما یکون و ما لم یکون و ما لم یکن این کان کیف یکون رو این حتی ملائکه هم نمیدونن. حتی جبرئیل علیه السلام هم نمیدونه و حتی لحظه بر پای قیامت رو هم نمیدونن. اینها حتی اسرافیل علیه السلام که موکل سور هست، منتظر سور هست و نمیدانه که چه لحظه‌ای باید بدمه این رو، تا اون لحظه‌ای که میرسه الله متعال بهش دستور میده که الان، اون هم نمیدونه. و این رو بحث مفصلی است. اگر میدونست پیامبر صلی الله علیه و سلم از وقت خبر میده که الان اسرافیل منتظر فرمان است که به سور بدمه، منتظر فرمان هست اما اگر نمیدونه میدونست این مدت رو منتظر نمیمونه. و این از این مورد میمونه مورد بحث هاروت و ماروت. درباره هاروت و ماروت چند بحث است. اولا اینکه ما انزل علی الملکین، یک روایت خوانده شده ملکینی، ملک نه ملک بالکسر لام. اگر طبق این روایت ما بریم ملکین، خب اصلا مسئله مطرح نمیشه، چون ملکین دیگه میشه دو پادشاه میشه، اصلا دیگه در زمره ملک داخل نمیشه و ملائکه نمیشن. بله. این یک مورد. مورد دوم در بحث ملکین، اینجا دو ملک که قول صحیح تر اینه که برخی از مفسرین مثل ابن کثیر، علامه ابن کثیر و دیگران این رو ترجیح دادن که اینا ملک بودن، اما اینها رو الله متعال فقط روایت‌های بنی اسرائیل درباره اینها زیاد گفته شده که اینها این کارو کردن اون کارو کردن که همشون هیچ کدوم صحت و سقم نداره و هیچ روایت صحیح در این باب وجود نداره درباره آنچه که اینها میگن که گناهانی که انجام داده بودن و الله تعالی اینا رو مؤاخذه کرد و فلان کرد، این همش دروغه. خلاف نص قرآنی از آیاتی که ما خواندیم اینها معصومن. بله. اما فقط این که الله متعال این دو ملک رو فرستاده بود به خاطر چی؟ همونطور در ادامه آیه میاد انما نحن فتنتون. اینها ظاهرا می اومدن چیکار میکردن؟ برای امتحان میگفتن بابا این موارد اینها سحر است، اینو انجام ندید. نه اینها میگفتن انما نحن فتنتون فلا تکفر. به هر کسی که میومد میگفتن این مورد این کار سحره، کافر نکن خودت رو با انجام اینها. درست. یاد نگیری اینها رو، استفاده نکنی اینها رو. ما الان میایم مثلا کفر رو معرفی میکنیم، شرک رو معرفی میکنیم مردم. آیا ما داریم ترویج کفر میکنیم؟ آیا ما داریم ترویج شرک میکنیم؟ نه، ما به این خاطر میکنیم کسی واقع نشه در این چیزها. درست. و این حکایتی است که قول راجع در باب ملکین این هست که هاروت و ماروت ملک بودن، اما الله متعال اونها رو فقط به خاطر ابتلا و اتمام حجت برای بنی اسرائیل فرستاد. به خودشون هرگز سحر انجام ندادن و آنچه که بیان میکردن به خاطر آگاه کردن دیگران در این باب بود و این هم شبهه‌ای در این باب وارد نمیشه. در باب صفات خلقی چیزی باقی مونده؟ درباره صفات خلقی حالا باز در بحث عبادت ملائکه باقی میمونه که انشالله این رو به تفصیل بیشتر در بحث موضوع بعد انشالله. جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم. تشکر از تمامی شما عزیزان بیننده که تا این لحظات با ما بودید. البته تشکر خاص دارم از همکاران عزیزم احمد جان و منیر جان و جاوید جان. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت
زدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني